مپ سنسور، انژکتور، سنسور ناک و سنسورها عملگرای دیگه وظیفه‌شون چیه و چه تأثیری تو عملکرد موتور دارن؟ حتما تا آخر این پست رو ببین. بهت قول میدم کلی اطلاعات مفید تو همین چند دقیقه به دست میاری. اگه تازه با پیج ما آشنا شدی حتما ما رو دنبال کن چون کلی پست مفید داریم و اگه جزو مخاطبامون هستی با لایک و کامنتت بهمون انرژی بده. سیستم سوخت‌رسانی انژکتوری سعی میکنه مصرف سوخت و عملکرد موتور رو در بهترین حالت ممکن نگه داره. سیستم سوخت‌رسانی از مجموعه قطعاتی تشکیل شده که همشون با یک هماهنگی خاص تحت مدیریت ECU عمل میکنن. حالا بریم از اولین قطعه این سیستم یعنی پمپ بنزین شروع کنیم. پمپ بنزین سوخت رو با فشار مشخصی از باک به سمت مدار سوخت‌رسانی ارسال میکنن. سوخت پرفشار بعد از عبور از صافی بنزین به سمت ریل سوخت و انژکتورها ارسال میشه. ریل سوخت توسط یک رگولاتور همیشه سوخت رو با فشار ثابتی در پشت انژکتورها نگه میداره. انژکتورها سوخت مورد نیاز رو با فشار ثابت به صورت اتمیزه یا همون پودری در منیفولد هوا پشت سوپاپ ها پاشش میکنن و به همین دلیل سوخت اسپری شده به خوبی با هوا مخلوط میشه. متناسب با شرایط مختلف رانندگی میزان هوای ورودی به موتور متغیره و به همین دلیل قطعات زیادی برای اندازه‌گیری هوای ورودی به موتور در سیستم استفاده میشه. میزان پاشش سوخت با تغییر میزان هوای ورودی باید تغییر کنه تا نسبت سوخت به هوای مناسبی برای عملکرد موتور ایجاد بشه. یکی از قطعات مهم برای اندازه‌گیری هوای ورودی به موتور سنسور جریان هوای ورودیه که معروف به سنسور AFS. برای اندازه‌گیری دقیق‌تر میزان هوای ورودی از یک سنسور مپ که فشار هوای ورودی رو اندازه‌گیری میکنه در کنار سنسور AFS استفاده میشه. قطعه مهم دیگه در مسیر هوای ورودی به موتور دریچه گازه و با باز و بسته شدن دریچه گاز میزان هوای ورودی به موتور تغییر میکنه. در موتورهای پیشرفته تر جریان ورودی به هر سیلندر توسط سیستم منیفولد متغیر کنترل میشه. به وسیله جرقه شمع مخلوط سوخت هوا در داخل سیلندر محترق میشه که از طریق یک کوئل ولتاژ 30000 ولت برای این جرقه شمع تأمین میشه. ECU یا همون کامپیوتر موتور متناسب با شرایط مختلف رانندگی عملکرد سیستم سوخت‌رسانی رو در بهینه‌ترین حالت ممکن کنترل میکنه. یکی از سنسورهایی که ECU از اطلاعات این سنسور برای تنظیم زاویه دریچه گاز استفاده میکنه سنسور موقعیت پدال گازه. وقتی راننده درخواست شتاب میکنه با فشار دادن پدال گاز ECU این درخواست رو دریافت میکنه و با باز کردن دریچه گاز میزان هوای ورودی به موتور رو بیشتر میکنه. از دیگر سنسورهایی که ECU از اطلاعاتشون استفاده میکنه تا موتور رو به خوبی مدیریت کنه میشه به سنسور موقعیت میلنگ که میزان دور موتور رو هم تشخیص میده، ناک سنسور که میزان لرزش و ارتعاش موتور رو به ECU گزارش میده، سنسور دمای موتور و سنسور موقعیت میل سوپاپ اشاره کرد. ECU با استفاده از اطلاعات این سنسورها تلاش میکنه تا موتور در بهینه‌ترین حالت از راندمان کاری، مصرف سوخت و آلایندگی قرار بگیره. از کاتالیست برای کاهش آلایندگی دودهای خروجی استفاده میشه و همچنین سنسور اکسیژنی که قبل از کاتالیست قرار داره به ECU برای اصلاح نسبت سوخت به هوا کمک میکنه و سنسور اکسیژن دوم که بعد از کاتالیست قرار میگیره برای پایش عملکرد کاتالیست در کاهش آلایندگی استفاده